هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه توپباران احمدی نژاد و شرکا توسط باند عظمایینا. پارسال همین موقع ها بود که احمدی نژاد و مشایی بامبول مکتب ایرانی رو هوا کردن و جلوی عظما شاخ شدن. مکتب ایران، من تو سخنرانیم تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم. اما اندیشه ناب مشایی نژادی اون چنان ضد حالی به عظما زد که هنوزه به خاطر این زبون درازی گوش گماشتش رو میکشه. یکی دیگه از محورهایی که مقام معظم رهبری به اون اشاره داشتن مسئله علاقمندی به ایران بود. بنده با صراحت اعلام میکنم نگاه به ایران به صرف باستانگرایی و حتی نگاه به ایران به شکل التقاطی، یعنی هم باستانگرایی رو اصالت بهش بدن و هم ارزش‌های دینی، این دو نگاه هر دو محکومن. حالا یه تذکر لسانی در تریبون عمومی بود. حالا توجه شما رو به یه تهدید جانی در یه تریبون خصوصی تر جلب می‌کنیم. خط و نشون کشیدن حاج منصور عرضی از خرمهره‌های ولایت برای مشایی که اینجا با اسم مستعار یهودی ازش اسم میبره. اونا برای ما مثالی هستن که الان کیا هستن با لباس دین، با قیافه دینی میان و میگن این دین دیگه به درد نمیخوره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سرگرم میکنن، یه اتفاقی میفته، یه دو علما داد فریاد میکنن، با سر اینا گرم که شد کارخونه خوزستان رو که چند میلیارد میشه به یکی از فامیلاشون میدن، فولاد خوزستان میفروشن. اما اونی که در لباس دین رفته و میاد یه حرف میزنه معلوم میشه این نابکاره. فعلا قایمش کردن، پیداش کنن بچه ها میکشنش. فعلا تو هزارها حصار قرار گرفته یهودی امت. گفتم هم هر چی بکشتش پولش من میدم. خدا شاهده نکامازو میدم. این بابا هم ظاهرا یکی از اوناییه که برای گرفتن پول میخواد بره طبقه بالا سر وقت مشایی، ولی اونقدر عجله داره که نمیتونه معطل سوار شدن بقیه بشه و از نهایه قاط میزنه. حالا توی این هیروویر خامنه ای از ترس سرایت زلزله سوریه به ایران مثل بید میلرزه و مونده که با چه نسخه‌ای میشه سر و ته این قضیه رو هم آورد. از یه طرف نمیتونه از این متحد جونجونیش دل بکنه. ما نمیتونیم به عنوان حتی گرایش ملی گرایانمون ضد سوریه باشیم، چون حافظ اسد، مرحوم حافظ اسد اون موقع در اون جنگ اومد اون فرایند اجماع عربی رو علیه ما شکست. اصلا کار ما در ارتباط با سوریه و لبنان، ما نمیشه طرفدار خاکمون باشیم، منافع ملیمون باشیم، بی تفاوت باشیم. ما دین تاریخی برای حفظ خاکمون به لبنان و حزب الله و سوریه داریم. از طرف دیگه میدونه که بشار توی سرسره سقوط افتاده و دیگه به قبل بر نمیگرده. به همین خاطر این یارو توصیه میکنه که بشار با یه تف چسبون مانع بدتر شدن اوضاع از این که هست بشه. یک اصلاحاتی، رشد و توسعه‌ای ضروری است که در سوریه ایجاد بشه. ما همواره حمایت میکنیم هر گامی که در جهت این رشد،
توسعه و اصلاحات باشه. درست. و اعتقاد ما اینه که دولت آقای بشار اسد و ملتش این توانمندی و این شایستگی رو دارن که به خوبی این روند اصلاحات رو انجام بدن. ما باید از دولت و ملت سوریه حمایت کنیم در راستای این فرایند اصلاحاتی که صورت گرفت. آخه حسن قش، تو اگه اصلاحات بلد بودی به جای موهای بشار ریش ولایت رو اصلاح میکردی. شانس موفقیت اصلاحات توی دیکتاتوری بشار اسد یه چیزی مشابه موفقیت این ژیمناسته. تو این روزگاری که عظما از ترس آیندهش خواب و خوراک نداره، یه جوجه آخوند ولایت مدار پیدا شده که میخواد سر بسیجی ها رو با این خوابهای طلایی شیره بماله. این آخوند طوری آینده این نظام رو پیشگویی میکنه که هر کی ندونه فکر میکنه طرف همین الان از آینده اومده. اون معجزه هم اتفاقیه که قرار برای سفیانی و لشکریان اتفاق بیفته. بین مکه و مدینه در یک بیابانی خداوند یک زلزله ایجاد میکنه و اینا فرو میرن در زمین. گسل اتفاق میفته، اینا همشون فرو میرن در زمین. سید خراسانی بیرق رهبری ایران رو و سپاهیان ایران رو به حضرت مهدی و اینجوری کشورهای عربی مثل عربستان و حاشیه خلیج فارس و عراق و ایران تحت یک حکومت در میان و حضرت مهدی عراق رو به عنوان مرکز حکومت خودش از اینجا به بعد انتخاب میکنه. جنگ رو شروع میکنن و ما حرکت میکنیم به سمت فلسطین و نیروهای سفیانی که اونجا هستن و اسرائیل رو اونجا نابود میکنیم و فلسطین و قدس رو آزاد میکنیم. بعد از مدتی که میگذره یکی یکی این کشورهای غربی که دولتاشون مخالف امام زمان و حضرت عیسی اما مردمشون متمایلن به ما، یکی یکی انقلاب میکنن. یعنی همونجوری هست که الان کشور عربی داره انقلاب میشه، در کشورهای غربی هم همینجور انقلابای اتفاق میفته و حکومت‌هایی میان سر کار که متمایلن به اسلام و حضرت عیسی. درست شد؟ محققان تاریخی بعد از شنیدن اظهارات این آخوندک ارزش تاریخی این پیشگویی رو به اندازه ارزش حرکت این بچه فیل ارزیابی کردن. حالا برای رفتن به مشنگستان نظام از این اتوبان رد میشید. تو مسیر شما این هموطن موتورسوار رو داشته باشید. بله، مشنگ شماره 1 این آخونده که طرح جدیدی برای سبز کردن دشت کویر رو میکنه. مردم مملکت همه، نه یه طایفه، اهل ایمان و تقوا بشن. همه که مؤمن و با تقوا شدن، کل 70 میلیون گناه و زمین گذاشتن، تمام کویرای مملکت و سرسبز تحویلشون. اینم طرح برای سرسبز شدن کل کشور. از اونجایی که جنگ نرم استخونهای عظما رو حسابی نرم کرده، این آخوند مشنگ منبر مجازی درست کرده تا توی چتروم ها روزه اینترنتی بخونه. عرض سلام دارم دوستان عزیز گرامی حاضر در روم. بله، بحث عزاداری های بود که فرق بین در واقع ما چرا در همیشه باید عزادار باشیم یا گریان باشیم. یکی از اینها حضور در چتروم ها هست که ما در مسنجرهای مختلفی که بیشترین کاربرها رو دارن الان حضور داریم و در اونجا برنامه اجرا میکنیم. ما روزانه 8 ساعت پرسش و پاسخ داریم به صورت آنلاین. خب به نظر شما اگه یه آخوند مشنگ به سیم آخر بزنه چی میگه؟ پس اینو گوش کنید.
امشب یه عیسی دمی داره میاد از آسمون که از آسمون داره میاد یه دست حوری. بله. و خلاصه همشون کاکل به سر گوگوری مگوری. امشب شب عید دیگه، ما هم زدیم به سیم آخر. ما سیشم اینجا. برنامه امروز رو با یه مقایسه تصویری بین دو کودک هموطن به پایان میبریم. یک کودک شهری و یک کودک با صفای روستایی. اول کودک شهری. بله، و این هم کودک روستایی.